نی که هر دم نغمه آرایی کند، در حقیقت از دم نایی کند. من تاریخچه نی را اگر بخوام عرض کنم، یه تاریخچه مدون معین مشخصی نداریم به غیر از نوشته استاد روح الله خالقی مرحوم. ایشون در کتاب سرگذشت موسیقی ایران می نویسند سلیمان اصفهانی بود از نابغه دهر. بعد ابراهیم آقاباشی است که از اسمش که آقاباشی هست در دستگاه ظل سلطان بود. از ابراهیم آقاباشی شاگردی به نایب بختالله میماند که آقای خالدی میگن من نوازندگی نایب دیده بودم، صدها نفر در یک عروسی نفس نمیکشیدن و صدای نایب گوش دادن که همه رو مجذوب کرد. پیرمردهایی که در زمان نایب بودند و زمان سلیمان، برخی سلیمان را به نایب ترجیح دادند و برخی نایب را به سلیمان. از سلیمان که اثری در دست نیست، از نایب هم یک چند صفحه هست که عظمت سازش را میرسونه و من به این هنرمند با تعظیم و تکریم و احترام همیشه به هنرش تعظیم داشتم. اما بعد از نایب دو تا شاگرد از نایب میمونه. آخه بله هر زمانی صدها میمونن، اما لاف از سخنه چو در توان زد اون خشت بود چو پر توان زد. از نایب دو تا شاگرد میمونه، عبدالخالق اصفهانی که در جوانی فوت می شود و مهدی نوایی که استاد نی خود بنده بود. از مهدی نوایی هم دو تا شاگرد به یادگار موند که یکی مرحوم یاوری، حسین یاوری، شاگرد دوران شبابت و جوانی ایشونه و منم شاگرد دوران کهولت و پیری نوایی که 3 ماه من بیشتر نتونستم پیش ایشون درس بده.